پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن میآموزد، اول خودش بعد به دیگران میآموزاند. اگر نگاه کنیم این فضیلت هم برای چی هست؟ به خاطر اینکه وظیفه اساسی پیامبر تعلیم قرآن است. یعنی پیامبر خدا فرستاد، ولی همین قرآن یک کتابی هست که اون مکانی که نزد خدا اومد بهترین مکان شد لوح المحفوظ، و اون فرشته که اون آورد بهترین فرشته شد حضرت جبرئیل امین، و به اون شخصی که این قرآن نازل شد بهترین پیامبران شد محمد صلی الله علیه و سلم. با اون غاری که اولین بار قرآن نازل شد سوره علق، جبل نور میگن، بهترین جبل شد. با اون امتی که قرآن آمده است، ما امت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین امت هم به خاطر قرآن است. حتی این ماه مبارک رمضان هم به خاطر همین قرآن بهترین ماه است. شب قدر که در طول سال، یعنی همه شب‌های سال بهترین شب قدر است، به خاطر که در شب قدر قرآن نازل شدگی است. بهترین شب قدر است به خاطر که قرآن نازل شد. بهترین شما پیامبر میگه کسی است که قرآن تعلیم میگیره و دیگران با میآموزانه. خب وقتی به دیگران به خاطر چی؟ وظیفه پیامبر داره انجام میده. العلماء ورثة الانبیاء، یکی ای وظیفه اساسی پیامبر صلی الله علیه و سلم یعلمهم الکتاب است. قرآن بیان میکنه، یعنی تعلیم دادن قرآن برای اصحاب بزرگوار. کسی که قرآن خودش میآموزه و به دیگران تعلیم میده بهترین انسان است، به خاطر که وظیفه پیامبر عمل میکنه. استاد میگو که یک پدر اگر فرزندش را سوره فاتحه یا سوره های خوردی قرآن را اگر تعلیم بدهد در گروه بهترین ها داخل می شود. توصیه استاد همین است که به فرزندت قرآن را بیاموز و قرآن او را همه چیز را می آموزاند.